سلام علیکم. موضوع امروزی که ما می‌کنیم چی؟ کسر موضوع امروزی که ما کسر رو ولی که شما باید که فکر کنید کسر خودش چیه؟ مقصد کسر چی؟ معنی خودی کسر چیه؟ این چیزا ما میفهمیم. خب معنی خودی کسر چیست چه دیگه گفتیم؟ این کسر خب از کلمه عربی گرفته شده است. معنیش قسمی یکون چیزی بتون رو میفهمید. خب مثال که فهمیدم. مثال که شما رفتید در یک مغازه چی گرفتید؟ نونی روسی خریدید. ما کوشش کردیم که اون ناست کنم. خدا خوب نشدی خیلی شما می‌رفتید. ما رسمی خود نیستم اینقدر. خب یک نون خریدید. اینا که تا خانه اومدید البته که خلیب رو چی می‌کنید؟ تقسیم می‌کنید. خلیب رو باید چند قسمت تقسیم می‌کنید. عادتاً ما 8 قسمت تقسیم می‌کنیم. خب این اکنون باید فرض کنیم که بیبیاتون شما چی کردید؟ شما دو برده این همین نان خوردید. دو برده اینا بیبیاتون چه کردن؟ بیبیاتون که عادتاً بیبی‌ها و روی نان می‌خورن این قسمی مبینی نان خوردن. خب این اکنون سوال شما چند قسم چند حصه‌ای این همین نان استعمال کنید. برای همین چیز ما کسر رو استفاده می‌کنیم. خب این همین چیزا باید بروی کسری تصویر کنیم. خب اول یک خرچه می‌سازیم. قسمی تمامی تومش در مخرج می‌نویسیم. این پایین میشه مخرج می‌گیم. خب چند قسم داریم؟ 8 در پایین می‌نویسیم. این چند قسمی که باید ببین استعمال نمی‌دیم. این قسمش در صورت می‌نویسیم. اینکه در بروش ما 1 2 3 4 حصه‌ای این همون خلیب رو با استعمال نمی‌دیم. خب برای همین هم اشاره کردیم که می‌تونیم که با واسطه کسر رو اشاره کنیم که چند حصه‌ای این همون نان رو با استعمال نمی‌دیم. یا که یک مثال دیگر برای شما آسان‌تر شود. خب مثلا صنف میره یک معلمی نام می‌دهد می‌پرسد که در صنفتون امروز چند نفر اشتراک دارند. این اکنون شما میگید که 16 نفرند. نگی برای معلم این علاقه انیل نیست که بسیاری طلبه اشتراک دارن یا قسمی کمی طلبه اشتراک دارن. برای همین هم یکون طلبه میگوید که از 23 نفر 16 نفر اشتراک دارن. خب این هم چیزا ما میتونیم که با واسطه کسر اشاره نماییم. مثلا خب اینا که قسمی تومش در مخرج بنویسیم. قسمی چند نفر در صنف خواننده است؟ 23 تا. خب چند نفر اشتراک دارن؟ 16 نفر. خب از 23 16 حصه یکی از 23 16 قسمی بچه‌ها در همون صنف در همون روز اشتراک دارن. خب الان باز با می‌گذاریم قسم دیگر کسر رو. اسکا تاب توضیح شد. الان می‌گذاریم کسر رو چند نمود دارن. کسر رو خب همین عادتاً دو نمود دارن. کسر رو درست داریم و کسر رو نادرست داریم. خب این روز ما می‌فهمیم. نادرست کسر درست داریم و کسر نادرست داریم. کسر درست خیلی کسر. خب در مثال پیشتر گفتیم من از 16 از 23 16 حصه بچه‌ها در صنفتون اشتراک دارن. این کسر درست برای اون که صورت صورت گفتیم صورت از مخرج خردتر می باشه. یعنی که مخرجش کلان است. یعنی کسری درست. نه کسری نادرستش برعکس یعنی که مخرجمون از صورت کلانتر است. خب چقدر که می‌بینید مخرج 23 است، صورت از صورت کلانتر است. این اکنون شاید در فکر شما سوالی باید خب خیلی فهمید کسرای درست و نادرست. نکی همین چیزا را در کجا استفاده می‌کنید؟ برای چی کسری نادرست؟ برای چی ما باید این چیزا رو داریم؟ خب برای همین هم من با شما یک مثال می‌برم. فرض کنیم که در خونه شما آش پختن کنن، آش پلاو. خب شما رسپشن می‌دونید که چقدر برنج پختن کنن. خب تلفن میگیرید اینترنت باز همین بچه‌ها دختران خشته اینترنت میگیرید میوید. خب در اینترنت میگید برای یک کس مثلا نیم کوسه چی در کن نیم کوسه برنج در کنن
اینه که شما فکر میکنید که حوله مو 7 است. اصلا ما چقدر بینجا مثلا برای اینا مو میتونیم که کاس رو استفاده کنیم. خب چه شما ما نیم کوسا داریم. انا کنم نیم کوسا برنج دارم. برای اینکه کوسا ما دو تقسیم میکنیم. این همین که برنج گرفتن در کور. خب انا باید چند حصه همین کوسا رو تشکیل میده. کوسا دو قسم دارد. خب دو قسم دارد. خودمون یک قسم همین کوسا برنج گرفتن در کور. خب یعنی که از دو یک قسم نصفی همون کوسا. نصف رو همچون از دو یک قسم اشاره کرده بشه. آناتون شما برای 7 کس در کور. خب همون 7 تا یعنی با یک تقسیم 2 ضرب زدن در کور. تقسیم 2 ضرب زدن. لکن ضرب رو چقدر انجام میدید؟ خب این عدد رو با صورت ضرب میزنیم. ضربی عدد با کسی نمیشه میشه. خب 7 ضرب 1 چه میشه؟ وقتی که 7 تقسیم 2 میشه. این شد این کسری نادرست. این با ما اونقدر معلوماتی بسیار نمیدهد. حالا شما سرتون گرم است. خب 7 تقسیم 2 گفتم. چند کوس برنج انداختن در کار کنم. یعنی خب اینا ما میتونیم که با کسری آمیخته کنیم. خب یعنی که همین تقسیم میکنیم. 7 تقسیم 2 چند تا میرسد؟ 3 میرسد. خب 2 یا در پایان مینویسیم و یک بقیه میموند. خب یعنی که 3 کوسه پورا انداختن در کار. یک تا نیم کوسه. خب این مختصر بود درباره کسر. چیزی اساسی که شما درباره کسر دونید و امیدوارم که برای شما خیلی فایده آور بود. رحمت.